آقای هادی قائمی یه سازمان حقوق بشری داره. خب جای خوب داره، ما یکی دوتا هم نیست، ماشاءالله سازمان حقوق بشری خیلی داریم، ولی گاه اوقات حقوق بشری شما درست میکنید که ابزار سیاسی بشه برای پیشبرد یه خط. این دقیقاً کاری که آقای هادی قائمی میکنه. ایشون کار خودش رو در دیدبان حقوق بشر با همه آقای گریسیک درست کرد که چهره خوشنام یا به نام لابی طرفدار جمهوری اسلامی از سال 93 تا کنون با اینا شروع کرد. گزارش‌هایی که میداد دقیقاً حمایت از اصلاح طلبها و حمله به کسانی بود که اینا فکر کردن ساختار شکنن. درست؟ بعد ایشون اومد با نایاک رفت عضو هیئت مدیره نایاک شد. حقوق بگیر نایاک بود. و اتفاقا تو پروژه‌هایی که با خانواده نمازی و همیاران داشتن همه آقای هادی قائمی دست داشت. حالا اینا هم بگیم هیچ عیبی نداره. ایشون در جریان جنبش 6-7 سال پیش هم در خارج کشور اینا اومدن همین وریز مای ووت و یونایتد فور ایران و یه به اصطلاح سازمانی درست کردن که تظاهرات خارج کشور در دست بگیرن که خدای نکرده یه وقت ساختار شکنان نیفته دستشون تظاهرات خارج کشور که پرچم نمیذاشتن، پرچم ایران رو نمیذاشتن با شیر خورشید بیاره کسی تو تظاهرات. اینم حالا بگیم عیب نداره. سوال من اینجاست از آقای هادی قائمی که حالا سوایی که هیچ شفافیتی در ارائه در کمک‌های مالیش و روابط گذشتهش با نایاک، کارهایی که با نایاک کرده نمیکنه، اینه که بالاخره شما سازمان حقوق بشری، سازمان حقوق بشری چه کار به این داره که مثلا با تیتا پارسی و 20 نفر لابیست حرفه‌ای طرفداران سازش با جمهوری اسلامی مثل گریسیک و امثال هم ایشون بیانیه داد سال 2008 به رئیس جمهور جدید یعنی آقای اوباما که آقا برید با جمهوری اسلامی بسازید، این جمهوری اسلامی سقوط نمیکنه، دنبال بم نیست، ضد آمریکایی نیست، همون حرفایی که جالب اینه یه بیانیه پایان 2007 تیتا پارسی برای نایاک به امضای نایاک منشر کرد که به اصطلاح 7 تا برداشت غلط در مورد جمهوری اسلامی، برداشت‌های غلط و اینکه چه باید بکنیم. یک سال بعد همونو 90% همونه، یه چند تا ویرگول عوض شده و با چند تا چیز این رو به نام 20 نفر از لابیستان من جمله هادی قائمی منشر کردن. هدف چی بود؟ که آقا برید با جمهوری اسلامی رفیق شید، خلاصه استراتژیک برید با جمهوری اسلامی بسازید. سوال من اینه که آقای هادی قائمی به عنوان حقوق بشری ایشون چیکاره است که بعد همچی اعلامیه‌ای بده؟ اون کار لابیستاست. ایشون چیکاره است؟ یا مثلا نامه داده بودن اینها با 37 نفر دیگه که تو اون بکش که تو عراق میخواستن موقعی که آمریکا از عراق میخواست بیاد بیرون، آقای اوباما که چه امتیازایی داد. این کار جنایاتی که تو عراق داره اتفاق میفته، داعش و اینا، بخشش به خاطر همینه، چون ایشون میخواست راحت بیاد بیرون، هر امتیازی به جمهوری اسلامی و نوری المالکی میداد. یکی از اونها درخواست این بود که آقا خیلی زبان ساده دخل مجاهدین رو توی عراق در بیارید و اینا هر کاری میکنن از لیست تروریستی در بیارن نمیذاشتن، تو آمریکا لابی میکردن در نیرن. من سند دارم که تیتا پارسی اینا پول گرفته بودن کار رسانه‌ای کنن علیه مجاهدین که اینا از لیست تروریستی در نیرن. درست؟ آقای هادی قائمی حقوق بشری چیکاره است که در کنار تیتا پارسی نامه بدن که اینا رو اون موقع که اونا می‌خواستن همه در عراق نگه دارن و بکشن و می‌کشتن، نامه بده که اینا از لیست تروریستی در نیرن. که همین آقای تیتا پارسی و نایاک که بیانیه دادن، آقای نیکاهنگ داستان خوب دنبال میکرد که سپاه پاسداران از لیست تروریستی در نیاری، سپاه پاسداران از لیست تروریستی در نیاری، مجاهدین رو نگه داری تو عراق. درسته، من کاری ندارم